به نام خدا و با سلام. محمد پریشان هستم. امروز میخوایم نرم افزار سوپر اسکن رو به شما معرفی کنیم. برای باز کردن نرم افزار سوپر اسکن باید مجوز امنیتی ادمنستریتور رو داشته باشین. از این ابزار برای پویش پورت استفاده میشه. شما یکی از قابلیت هایی که سوپر اسکن نسبت به انمپ داره، البته انمپ هم داره اما کار چون مشکل تره توی اونجا به حالت کامندی که داره، البته اینو بگم که حرفه‌ای تر انجام میشه، اما چون نسخه کامندی هست یکی از قابلیت هایی که نرم افزار سوپر اسکن داره راحتی کار با اونه، یوزر فرندلی تره. بعد یک نرم افزار آل این وان هست که حالا میریم میبینیم که چه ابزارهای دیگه ای داخلش قرار گرفته. شما این قسمت آی پی سرور رو یا آی پی هر کلاینتی که ولید باشه رو میتونید قرار بدیم برای اسکن، و یا اینکه یک رنج آی پی رو براش مشخص کنیم. برای مشخص کردن یه رنج آی پی از این دوتا باکس استفاده میکنیم. برای مثال الان ما میخوایم یه دونه آی پی رو برمیداریم، بعد از قرار دادن میتونیم شروع کنیم. اما من میرم بقیه مراحلش را توضیح بدم. این قسمت میتونین انتخاب کنین که چه پورتایی رو برای پویش قرار بده. خب به عنوان مثال اینجا همونجور که میدونین ما از 1 تا 65535 پورت UDP و همینطور از 1 تا 65535 پورت TCP داریم. شما میتونین کامل کلش انتخاب کنین یا اینکه یه محدوده خاصی که مد نظر داری انتخاب کنین، و یا اینم که از پورتایی که به صورت پیش‌فرض توی برنامه قرار داده شده میتونی استفاده کنین. معمولا پورتایی که به صورت پیش‌فرض پورتای مهمه و تاثیر در کار هم هست، یعنی سرعت کار میره بالاتر. مورد بعدی اینجا میتونین تنظیم کنین که به چه شکل اسکن رو انجام بده. اگه پهناوان شبکتون خیلی بالا نیست میتونید سرعت رو بیارین پایین، اما اگه بالا هست به حالت دیفالت میتونه بمونه. اینجا به صورت سورس پایپی فور ساین اسکن هست. ساین اسکن نوعی قانون پروتکل، یکی از قوانین پروتکل برای به دست آوردن پورت این هست که یک بسته ساین به سمت ماشین هدف میفرسته و بعد از اینکه ماشین هدف اون رو دریافت کرد یک پاسخ ساینک برای اون برمیگردونه. اما اینکه ما به چه شکل میتونیم بر اساس قوانین پروتکل یه پورت رو به دست بیاریم به شکل مختلفه که بعضی موقع ما نقض قوانین میکنیم، یعنی یه پکت رو بی معنی ارسال میکنیم یا به صورت نال ارسال میکنیم، و یا اینکه تحت قانون ما کار میکنیم و یا به صورت مخفیانه آی پی رو جابجا میکنیم، و یا حالا آپشن های مختلفی داره که تو انمپ ما مانور بهتر میتونیم بدیم. تو این تب هم تب تولز هستش. شما از اینجا میتونین از ابزار متفاوت دیگه استفاده کنید. خب این حالت NS لوکاپ داره، پینگ میگیره، درخواست ICMP رو ردیابی میکنه. میتونین اینجا سروری که برای انجام این ابزار بهشون متصل هستن رو تعیین کنین و کلن باید کار کنین. ابزار خیلی جالبی داره، اطلاعات خیلی خوبی میده. این قسمت ویندوز انومریشن هست. انومریشن به معنی شمارشه، یعنی شما از اطلاعات بایوس سیستم قربانی گرفته تا تعداد یوزرها و گروه های کاربری، دامینا و آخرین آپدیت ها و اون درایورهایی که نصب داره، کلا اطلاعات خیلی جالبی به شما میده که میتونین از اینجا براش زمان رو انتخاب بکنین که مثلا منظور از زمان یعنی که چه تعداد یوزر رو مورد بررسی قرار بده. این قسمت هم
زمانی که برای هر یوزر میخواد اختصاص بده رو قرار میدیم. این کارا رو به چه شکل انجام میده؟ تو مسیری که این نرم افزار قرار داره یه فایل متنی به اسم رجیستری هست. برای انجام انومریشن از این فایل کمک گرفته میشه. خب شما حالا اگه این فایل رو تو یه مسیر دیگه قرار گرفته باشه، شما باید از این قسمت اون فایل رو براش فراخوانی کنید و بعد از انجام این دکمه هم که کار خودش رو شروع میکنه. این هم که کلا مبحث اصلی ما بحث پویش پورت بوده. به خاطر معرفی این نرم افزار با زدن دکمه استارت کار خودش رو شروع میکنه. یکی دیگه از مزایایی که داره، بعد از تمام شدن کار بهمون یه ریپورت به صورت HTML به عنوان خروجی نشون میده. ببینید این خروجی ریپورتی است که این نرم افزار بعد از تمام کردن آنالیزش بهمون نشون میده. به عنوان مثال پورت 21 رو آورده و گفته که برای چه سرویسی هست و به همین شکل. اطلاعات دیگه هم در مورد سرویس هایی که روش نصب هست بهمون میده. کلا هدف از این فیلم آموزشی معرفی این نرم افزار بود. باید باش کار بکنین. نرم افزار رو متنوع ولی خب بسته به خصوصیاتی که یه نرم افزار میتونه داشته باشه، میتونه یه نرم افزار رو با اون یکی متمایز کنه. یعنی ممکنه تو جاهایی این نرم افزار واقعا برای شما کاراتر از برنامه قدرتمندی مثل Nmap باشه، که البته هرچند شما اگه با Nmap مسلط باشین کامل ترین برنامه رو در اختیار دارین.